با نام خدای توانا. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. و هموطنان عزیزم که در داخل ترکیه هستند، خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. عزیزانی که تازه با کانال ما آشنا شدید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و با کانال ما ابونه شوید و زنگوله دائمی را برای همیشه فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. موضوع برنامه امروز ما سلسله برنامه‌های ما از شهر تولوز فرانسه ادامه دارد و چنانکه شما در تصویرهای خود می‌بینید، این یکی از مسجدهای شهر تولوز با نام مسجد میغی یا باسوکامبو یاد می‌شود. در اینجا تمام شرایط‌های معاصر مهیا است. دوستان عزیز، در شهر تولوز و اطراف آن قریب 15 مسجد 5 وقته فعالیت میکند و ما امروز میپردازیم به یکی از مسجدهای کلانترین شهر تولوز، مسجد میغی یا باسوکامبو که در یک وقت تقریبا 6000 نمازگزار را با خود قبول میکند. ساختمان مسجد از 3 طبقه عبارت می باشد و یک گنبد و یک مناره دارد. دوستان عزیز، 4 طرفی مسجد هم دروازه‌های علاوگی برای ورود و خارج شدن دارد و اینجا جایز است باید بگویم که در اینجا مسجد به 2 تقسیم شده است، یعنی قسمت مردانه و قسمت زنانه و در اینجا نیز طهارتخانه یا وضوخانه وجود دارد و اینچنین تالار ورزشی و مدرسه و درس اتاق‌های درسی که در آنجا هم زنها و هم مردها درس‌های دینی خود را می‌آموزند. تاریخ مسجد محض به 24 ایون سال 1977 میلادی راست می‌آید و تا سال 2022 اینجا خیلی هم خرد بود و مسلمانان شهر تولوز چند گکتر زمین را خرید کردند از نو و در محض در همین جا بنیاد مسجد نو را ساختند که سال 2022 ماه رمضان سال 2022 به استفاده داده شد و به مردم مسلمان شهر تولوز تحفه کرده شد. کسانی که به شهر تولوز مهمان می آیند یا مهمان می شوند می توانند از طریق مترو به اینجا بیایند، می توانند از طریق اتوبوس یا بوس یا می توانند از طریق دیگه ساحه‌های نقلیاتی شهر تولوز به اینجا بیایند و خیلی هم قلع و مفید هم هست برای آمدن به اینجا. و تیکت یا نرخ بلیت به اینجا آمدن از تمام نقاط شهر تولوز 1 یورو و 80 سنت می باشد. دوستان عزیز، خواستیم که از داخل مسجد نوار بگیریم و به خاطر چیزهای امنیتی داخل شدن یا که در داخل عکس برداری فیلم برداری ممنوع است و ما هر چی تانستیم از بیرون و بعضی نقاط این مسجد بهر شما نوار برداری کردیم تا که شما هم آشنا شدید به این مسجد خیلی هم بزرگ شهری تولوز. این روزانه هست و انشالله یک کمک بعدترکم فکر کنم یک چند نوار شبانه هم داریم. مسجد میغی یا مسجد باسوکامبو به خاطر نامگذاری شده است که همین منطقه یا همین محله را با نام میغی میگویند و باسوکامبو هم نیز مینامند، چون آخرین ایستگاه قطاره یا که مترو محض در همین جا قرار دارد و شما میتونید از هر نقاط تولوز به اینجا به راحتی تشریف بیارید. این مسجد را کی مبلغ گذاری کرده است؟ سوال می آید در ذهن هر یکی ما و شما. اکثرا شخصان علاهیده و چند کارخانه محلی. تنها مبلغ گذاری فرانسوی در ابتدای لایحه به اتحادیه دینی و فرهنگی اسلام در فرانسه راست می آید. این مسجد زیبا و معاصری که شما در تصویرهای خود می بینید سال 2016 میلادی قشت اول آن گذاشته شد و محض با همکاری و دستگیری برادران مسلمان خود شهر تولوز تقریباً 4 تا 6 میلیون یورو جمع آوری شد و برای ساختن این مسجد استفاده برده شد. در قطعه مساحت 2,500 متر مربع مسجد بزرگ میغی دارای 3 طبقه گشاده و به استفاده داده شد. در این طبقه ها اتاق های کلان برای مردان و اتاق ها کلان برای زنان نیز ساخته شده است.
در اینجا کتابخانه، آفیس ها، مدرسه، چنانچه گفتیم تالاری ورزشی و غیره و غیره اینجا ساخته شده است و میتوانه که هر مشتری از 4 تا 6 هزار نفر در یک وقت اینجا قبول کنند و از این اتاقها و از این اتاقهای درسی و تالاری ورزشی استفاده برند. در بیرون مسجد این چنین توقفگاه برای ماشین هایی که نفرهایی که با ماشین میآیند برای عبادت یا نمازگزاری ساخته شده است و شما میتونید از این ایستگاه ها یا از این توقفگاه ها استفاده ببرید. چنانچه دوستان گفتیم در یک وقت اینجا از 4 تا 6 هزار نمازگزار بتواند قبول کند و تقریبا 580 600 تا 700 نفرش را زنها تشکیل میدهند که مخصوص جای زنها برای 700 نفر جدا کرده شده است و زنها هم میتوانند بیان آزادانه از این مسجد استفاده ببرند. چنانچه گفتیم دوستان عزیز، افتتاح این مسجد ماه رمضان گذشته بود سال 2022، یعنی تقریبا روز دوشنبه 18 اپریل سال 2022 میلادی بود و این ساختمان این مسجد 6 سال طول کشید. از سال 2016 تا 2022 6 سال طول کشید و با سبب‌های به ما و شما معلوم با کووید 19 با تأخیر کمک افتاد، به اون خاطر افتتاح مسجد دیرتر انجام یافت و در اولین روزی که نماز جمعه خوانده شد تقریبا 6.5 هزار نفر در یک وقت در اینجا عبادت کردند که خیلی هم تعدادی زیاد می باشد و این مسجد کلانترین مسجد در شهر تولوز است. فعلا بعد از چندین سال که چندین مثلا مسجدهای مرکزی و مسجد کلانی مرکزی شهر تولوز بود، بعد از او رکورد شکست. حالا فعلا مسجد کلانترین شهر تولوز محض همین مسجد میغه باسوکامبو می باشد. این تصویرها از طرف شب می باشد. شما ببینید دوستان عزیز، شب خیلی هم روشنایی زیبا و دیدنی با می باشد این مسجد معاصر شهر تولوز. مساحت عمومی مسجد میغه تقریبا 3700 متر مربع یا متر کواردی می باشد. در مسجد 3 طبقه 3 جای نمازگزاری است، جای برای مردها و زنها چنانچه گفتیم. این چنین 11 سیمخانه های عربی، کتابخانه، اتاقهای کاری، اتاقهای طهارت و تالار ورزشی موجود است. برای به وجود آمدن مسجد میغه 10 سالها لازم شد. در سال 2015 یا 16 کار آغاز گردید و تا ماه اپریل سال 2022 به انجام رسید. تمام مبلغ گذاری مسجد از جانب دینداران انجام داده شده است. ارزش کار 4 تا 6 میلیون یورو را در بر میگیرد. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره مسجد کلانترین شهر تولوز، مسجد میغه باسوکامبو. هر فکر و درخواست پیشنهادی که دارید دوستان عزیز زیر ویدیو با ما شریک بسازید و دوستان شما از کانال ما حمایت کنید. حمایت کردن شما چی است؟ لایک ماندن، یک کامنت نوشتن و به دوستان خود فرستادن. دیگه شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.